غذای نونی چی درست کنی؟ غذایی که با دوغ مرینت میشه، با نوشابه سرو میشه. سینه مرغ قشنگ به این صورت، به صورت مکعبی قشنگ خودش کن، بریزش داخل یه کاسه. حالا اینجا بهش 2 قاشق ماست، 2 تا دوغ گازدار اولی هم بهش اضافه کن. بعدش ادویه‌ای که بعد نوشتم قشنگ مرینت کن، بذار یه ساعت استراحت کنه. بعد از اینکه داخل پود سرخابی قشنگ سرخابیشون کردیم، میذاریمشون داخل ایرفرایر. من اینجا از ایرفرایر برند ایولی ایتالیا استفاده کردم که داره 8 برنامه پیش‌فرض و پخته، که داره یه مخزن جوسیه که داخلش یا روغن یا آب میتونید بریزین که در حین پخت به غذاتون اضافه کنه. بقیه توضیحاتم داخل کپشن براتون نوشتم. حالا با یه سس کچاپ و سس جلوی تند و آب لیمو، روغن زیتون و عسل و کنجد و پول بیبر، یه سس اسپایسی هم درست میکنیم. یه ساندویچ خوشمزه که پیر و جوون و زن همه جو عاشقش میشن، با پنیر گودا. نگم برات، فقط بزن چالشو ببر.